اولم یتفکروا، آیا فکر نکردن ما به صاحبهم نیست، به صاحبشان. صاحب همراه را میگه. 40 سال قطع شما در مجلستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشست و برخاست کرده. تمام حرکات این شخص برای شما معلوم است که حرکات دیوانگی بود یا حرکات هوشیاری. تا 40 ساله تمام قضایا و معضلات مشکل خود به پیغمبر پیش میکردی. این امین و صادق میگفته، اما امروز که دعوت توحید داده میگه دیوانه است. تو بیا دمی مسجد بیا، هر روز نماز خوانده برو خواب. کلی مردم میگه بچه فلانی خوب بچه است، بسیار خوب بچه است. خود تا نمازی تا بخوان به مو طریقه سابقت برو برای هیچ گپی نیست. یک روز تو بیا بگو مردم بدعت نکنی، شرک نکنی، اینی بدعت است، اینی شرک است. چی میگه؟ خوب بچه بود والله خراب شده. دیگه چی میگه؟ دیوانه آدم است، دیوانه است، خراب شده. پیغمبر علیه السلام الله متعال میگه تعجب نیست، 40 سال زندگی صاحبتان است، همراهتان است، همراه همنشین. صاحب همنشین و همراه را میگه. نیست بالای همراه و همنشینتان من جنت، هیچ نوع دیوانگی. دیوانگی خاص بیعقلی میشه که عقل از بین رفته باشه. و محمد رسول الله در بین بشریت کامل ترین عقل است کیست؟ از رسول الله صلی الله علیه وسلم. ان هو الا نذیر مبین. نیست ای پیغمبر مگر بیم دهنده است. چقدر به کمال شفقت شما را از عذاب الله از امیال خبر میده، اما شما بدبختا نمیدانی. پیغمبر دلش میسوزه که شما تا شرک کرده رویست میموری، یک طرف جهنم میره. آشکارا شما را بیم میده از جهنم که این کارای جهنمی است، نکنه ایرا. و دیگه گپ نداره. فقط به این خاطر شما دیوانه میگی امروزم که تو مردم از شرک من نمیکنی، برش میگی که این شرک است، یا سخی صاحب گفتن شرک است، آلی بقتی تو دشمنی را پیدا میکنه. میگه نی؟ یک، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. بله، اگر حالات خودی پیغمبر علیه السلام ارزیابی نکردی، از او چی نتیجه گیری نکردی، لا اقل دمی نظم و نظام دنیا خوب ببینی. این کائنات دنیا را به این نظم دقیق، با این برنامه خیلی سنجیده و موزون و مناسب، آیا یموتور هدر است؟ ها؟ الله متعال بس پیغمبر خدا دیوانه را روان میکنه. شما خود باید درک بکنی که ما در دنیا به یک مقصد آمدیم. مثل که این نظام به عبث پیدا نشده، هدف داره. ما همونطور عبث پیدا نشدیم. چرا؟ در بین این مخلوقات کائنات ما اشرف هستیم. این کائنات در خدمت ماست، ما مخدومش هستیم. که چیزی که خادم است او به هدف نیست، مخدوم به هدف می باشه. قطعا. از او خاطر الله میگه اولم ینظروا فی ملکوت السماوات، آیا نمی بینند در ملکوت آسمان ها، یعنی در این پادشاهی بزرگ. ملکوت پادشاهی پهناور و عظیم که ببینی نظام الله متعال است. تنها یک انسان مخلوق نیست، پرنده ها را ببینی، حشرات را ببینی، حیوانات را ببینی، از خشکه را ببینی، از بحر را ببینی، کل این مخلوقات زیر یک نظم دقیق زندگی میکنه. رزقشان، لباسشان، گشت و گذارشان، سرزمینشان، مأوایشان، جای بدوباششان، کلش الله تنظیم کرده. یموتور میشه. ما یک خانه را اداره نمیتونیم. شوهر و زن 6 تا دیگه بس نکنیم، دوا نخوریم، 2 بچه شده، از تربیهش برآمده نمیتونیم. ډوډۍ خور توی از دو اولاد تربیه نمیتونی، میترسی. این نظام و جهانه که الله تربیه میکنه، از او درس گرفته نمیتونی. والارض، از پادشاهی و زمین، و ما خلق الله من شیء، آن چیزی را که الله پیدا کرده از هر چیز، من شیء که میبینی چشمت مانده میشه مخلوقات الله. هر چیزی که میبینی اینه کی پیدا کرده، کی نظم داده، کی ترتیب داده. و ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. بله، و بدبختا شما بی هدف نیستی. پیغمبر هدفتان برایتان معرفی میکنه. چرا؟ هدف ما عبادت است. چی است؟ عبادت. و ما خلقت الجن والانس الا. اما عبادت به کدام کیفیت انجام بدیم کی برای ما معرفی میکنه؟ بگه رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس ما بی هدف نیستیم، پیغمبر روان کردن بی هدف نیست و طریقه عبادت برای ما نشان میده. حالی خب مردم طریقه عبادت پیغمبر در قصیش نیست. هر کس که برش طریقه جور کرد، یک آخوند و پیر هر جای پیدا میشه برشان طریقه داده رویست. میگه اینی طریقه است، سر این طرف بزنی طرف بزن، باز لنگی تو اونجا قلات شو خودت پس اکوی سری مردم بیفت، 4 چلنگ بیفت. عبادت است، عبادت است. دیگه چی میکنه؟ یک رقم دوره زده برو، کالای خیلی همونطور دامنی خیلی درازم جور کرده بشه، این رقص مولاناست.
چی است؟ رقص ازواج جایز است، از دیگران ناجایز. یا بیت میخونه جایز است، از دیگران ناجایز. ها؟ بدعتی از یا حسن است، از دیگران سیئه. عجیب است. هر چیزی که ها میکنه برای خود جایز است، دیگه مردم هم میگریست. و ان عسى يكون قد اقترب اجلهم، و این قریب است که نزدیک شده باشه تاریخی از یا. ای مردم، انسان باید لحظات عمر خود ببینه تا که رسول الله صلی الله علیه و سلم با این برنامه دقیق خود، با تایید معجزات شما را درس میده، شما را طرف جنت دعوت میده، اما شما بازم اصلا دیوانه خود شماستی. چرا اجلتان نزدیک میشه اما هیچ از این سرمایه هایی که الله داده بود هیچ استفاده نکرده. پس ناگهان الله شما را میگیره، باز کجا؟ باز به کدام چیز ایمان میاری؟ فبأي حدیث بعده یؤمنون، به کدام سخن بعد از قرآن کریم شما یا ایمان میاره؟ با این کتاب الله متعال، وقتی که این کتاب الله که با این برنامه های دقیق و سنجیده و منظم و تایید توسط اعجازش مکمل شده، آیا کسی هست؟ باز به کدام کتاب یا ایمان داره؟ خیلی ختم میشه، عمرتان ختم میشه، اما آخر در دشمنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این در بدری خودتان است. ما یضلل الله فلا هادی، کسی را که الله گمراه بسازه کسی هدایت کننده برش نیست. الله هر کس گمراه نمیسازه، اما کس گمراه میسازه که مسیر خود انتخاب کرده برای گمراهی. هر کس گمراه نمیسازه. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، میگذاره یاره در اون سرکشیشان، یعمهون که ایران بگردن، هر طرف سرا سیمه بگردن، حقیقت پیدا نکنه. چرا که خودشون انتخاب کرده، رای غلط انتخاب کرده، در بیابانی رفته که راستی هم را گم میکنه. حالی دیگه بی سرنوشت است. نشانه که زده شده بود، در سرکی که نشانه زده شده بود، هر کیلومتر برش معلومات داده شده بود، او سرک اعلا کرده، در دشت حرکت کرده، خامخا را گم میکنه. برنامه دقیقی رسول الله صلی الله علیه و سلم که نشانی زده شده، این را اعلا کرده، در دشت و بیابان حرکت کرده، دیگه خامخا از بین میره. در اینجا برای ما واضح شد که بعد از قرآن و بعد از حدیث اگر کسی بازم ایمان نمیاره، آلی برش واضح میشه که این آدم بسیار بدبخت است. چرا که از این که بالاتر موعظه و نصیحت دیگه وجود نداره. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، این بدبختا سوال از وقوع قیامت میکنه. چی آمادگی برش داره؟ برای انسان مناسب نیست قیامت سوال بکنه. به انسان مناسب است چی کرده؟ عمر خود ارزیابی کنه، ما سبقی خود در پیش روی خود بیاره. چند سال هستم؟ 40 ساله. 40 سال هستم. در 40 سال نمازای ما پوره بود یا نه؟ به جماعت بود یا نه؟ به خشوع بود یا نه؟ در وقتش خواندم یا نه؟ چه رقم خواندم؟ 40 سالم تیر شده، چندین اولاد دارم، چطور برنامه در خانه داشتم؟ با پدر و مادر، با اولاد، با زن، چی روشی داشتم؟ انسان فکر میکنه. آمادگی به این بگی که اینا نزدیک شدم، رایستم، میرم از دنیا. از قیامت چی سوال میکنی؟ یسألونک، از تو سوال دارن پیغمبر علیه السلام عن الساعه، از وقوع قیامت کی است؟ ایان مرساها، کدام وقت وقوع قیامت است؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام انما علمها عند ربی، یقینا علم وقوع قیامت به نزد پروردگارم است. لا یجلیها، آشکارا نمی سازه امی علم قیامت لوقتها، لا یجلیها لوقتها، واضح نمی سازه وقت وقوع قیامت الله، الا هو، مگر برای خودش، با کسی دیگر ایره واضح نمی سازه. چرا؟ قیامت یقینا دو نکته خیلی گنگ داره و سبب حیبت است. و کدام؟ ثقلت فی السماوات والارض، دشوار است، سنگین است حیبت قیامت در آسمان ها و زمین. اول خو قیامت وقوعش آنقدر دشوار و سنگین است که آسمان ها و زمین تاب نداره. چرا نداره؟ این نظم و نظام، این سیاره ها، این آسمانی پهناور، این زمین، کلش ریزه ریزه، فقط پشم نداف شده واره کل عهن المنفوش تزروه ریاح، بادا ای را میپرانه. این نظام و این جهان دیگرگون میشه، صحنه دیگر تغییر میخوره، صحنه دیگری میآید. از او خاطر خیلی سخت است وقوع قیامت. این حالت باقی نمیماند. دوم، لا تأتیکم الا بغتة، یک چیزی که برات معلومات باشه از امیال تو آمادگی گرفته میری، اما چیزی که ناگهان میاد این خیلی سبب حیبت است. از امو خاطر هر انسان دو قیامت داره. یکی قیامت کبراست که جهان مکمل این صحنه بدل میشه، یک قیامت صغراست که مرگ انسان است. مرگم برای کسی معلوم نیست، هیچ معلوم نیست که در کدام حالت میموری.
در حالت رقص میموری، در سینما میموری، در موتر میموری، در حالت شرابخوری یا در سجده و در نماز میموری، در سر تلاوت قرآن کریم میموری. الله تو را آگاه نکرده. از او خاطر انسان سخت هیبت داشته باشه، آمادگی داشته باشه. یک چیزی که ناگهانی برات میرسه، از او خاطر تو تیار باید باشی، هر لحظه باید تو تیار باشی که بله مرگم بیا لیکن من در حالت باشم. ابراهیم علیه السلام می توصیه کرده بود فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرگ سرتان نبیا مگر در حالی که مکمل تسلیم الله باش. در لحظه که آمد. از او خاطر قیامت امرش خیلی بزرگ است. قرآن میگه چرا الله متعال امی حالت به هیچ کسی بیان نکرد؟ به خاطر که مردم در هر لحظه غفلت نکنن، با خبر باشه که ناگهان نشوه که چی است؟ قیامت بیا. آلی اگرچه وقوع قیامت به غیر از الله به کسی دیگری معلوم نیست، کدام تعداد سالا و گپا که ذکر میشه کلش نادرست و نارواسته، چرا در حدیث صحیح قطعی ثابت نیست. خودی پیغمبر در حدیث جبریل زمانی که سوال میشه از قیامت میگه بل مسئول عنها باعلم من السائل. مسئول کسی که از پیش سوال شده عالم از سوال کننده نیست. یعنی علم موت در اینجا اردو برابر است، توم نمیدانی من نمیدانم، اما علامات قیامت این معلوم دار است. این در حدیث ها ثابت است. دو قسم علامات، یکی علامات کبرا که 10 علامه است و یکی علامات صغرا. علامات صغرا مکمل فی الحال دیده میشه، مکمل. علامات صغرای قیامت این همیست: زیادت زنا، بگید نافرمانی اولاد از پدر و مادر، نعوذ بالله داخل شدن موسیقی در مسجدها، سودخوری به نامهای مختلف، شرابخوری به نامهای مختلف، زنا به نامهای مختلف. این گپا کلش مکمل و دیده میشه به چشم سر. کسی امین باقی نمیمانه که حتی الله اقل یک پولی خود پیشش بمونی. همینطور حالت میاد، همینطور حالت آمده. هیچ کسی اعتماد سری کسی نمیکنه. یسالونک کانک حفی عنها، از تو سوال میکنه پیغمبر علیه السلام از وقت و حقیقتش. تو بگویی که حفی، خیلی حریص هستی، خیلی تحقیق کننده و تلاش کننده هستی در مورد قیامت. یعنی اگر تو تحقیق هم بکنی برای چیزی حاصل نمیشه، چرا که الله علم ازیره پنهان کرده. قل بگوی پیغمبر علیه السلام انما علمها عند الله، یقینا علم قیامت به نزد الله متعال است. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر مردم نمیدانه. چرا؟ از او خاطر سوالا میکنه که کی است. از بی علمی انسان کار نگیره، قیامت به کسی معلوم نیست. پس اینه در این آیت الله میگه ولكن اکثر الناس لا يعلمون، علمش به نزد الله متعال است، پیغمبر نمیدانه، پس کسی دیگری چی میدانه؟ و روایت های مجعولی که بعض فرقه ها نقل میکنه که 70,000 سال چیسته، 7,000 سال به قیامت باقی مانده. خلاص این گپا غلط است. یکی و او وصیت‌نامه که به نام شیخ احمد از مدینه چاپ میشه، بدبختا بازور کاپی کده میره که کسی اگری کاپی نکنه در خانهش غم چی میشه؟ تاله میشه. تأسف است مردم ما به یک وصیت دروغین یک نفر عقیده داره، او را 7 ورق چاپ میکنه به خاطر که غم پیدا نشه. باز دموجه دروغ دیگه شه، دروغ صریح ذکر شده که اگر کردی در خانه دینی خوشی میاد، حالا که نه خوشی میبینی نه چیز. در اونجا میگه در روزی 60,000 نفر میموره، یکیش ایمان نداره. روزی 60,000 که بموره خدا یک ما چقدر شد؟ کل انسانیت تباه میشه و یک مسلمان نه. خلاص. او در اونجا گفته که قیامت نزدیک شده، علمش به نزد الله متعال است و تو میگی نزدیک شده. بدبخت انسان. شیخ احمد کسی نیست، این وصیت‌نامه جعلی است، از طرف مردمای بیدین و گروه غلط نشر میشه برای از اینکه مردم در مورد دین خود بی اعتماد شود، به خاطر دین خود. دیگه گپ نیست اونجا. اگر میگه که نماز بخونه روزه بگیره، قرآن برای ما گفته، حدیث پیغمبر برای ما گفته، چی ضرورت است؟ یک بدبختی دیگه در مزار پیدا شده بود، خود پهلوان معرفی میکرد که من استاد سپورت هستم. 3 ندا برام شده، ندای عاطفی. برآمدم که رشقه زمین رشقه را دیدم که یک تیکه نور است، یک تیکه نور است. با 3 آواز شد. یکیش مرا گفت که بخیر مردم دعوت کو. اوه نعوذ بالله. اما در افغانستان اینقدر حکومت هم ضعیف است، مردم هم ضعیف است. دیگه وقت لاف زیاد میزنه که ما پیغمبر را دوست داریم. این دعوای پیغمبری بود. این دعوای چی بود؟ اما یک نفری مسلمان پیدا نشد که دست میزد شه، نزد شه. هر کسی اینجا اون دیگهش قربان هم میکرد که ما از اینجا میگیریم، از اینجا میگیریم. عجیب است. در افغانستان هر فتنه بالا شو هیچ گپی نیست، پروا نداره.
فقط یک چی نکو، دعوت به توحید نده. اگر دعوت به توحید دادی، تو رم تباه میکنه، خانه تم تباه میکنه، در منطقم نمیمانه، تا مهاجر تام میکنه، میکوبه تام، نمیمانه تا. دیگر کار که میکنی بکو. خب به نامی چی بکو؟ بگوی به نامی کرامت و ولی، به نامی کرامت و ولی که هر جنایت میکنی بکو، هیچ گپی نیست. به نامی ازو کو خلاص. قل بگوی پیامبر علیه السلام لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ما مالک نیستم برای نفس خود منفعت تکوینی را ولا ضرر، نکدام من ضرر تکوینی را. من نیستم که بدانم که اینی چیز نفعی است اینی چیز ضرر است، تا که الله الا ماشاء الله، مگر آن چیزی را که الله خواسته. الله که در روز ازل در حقم نوشته کرده همو میرسه، اما ما علم ندارم که اینی نفع اینی ضرر برام داره. البته این مراد از نفع ضرر تکوینی است، یکی تشریعی. در شریعت برای ما چیزی که نافع و چیزی ضرر است چیسته میدانیم. نماز چی است؟ بگوی خواندنش نافع است، ترک نماز چی است؟ این ضرر است. اما تکوینی که حالی چی میشه، سبا چی واقع میشه، این را من نمیدانم. در این آیت الله متعال میخواه تصور غلطی که در حق انبیاء علیهم السلام از طرف امتهایشان پیدا میشه، زمانی که امور خارق العاده از پیغمبر میبینه، بسا نادانا نسبت نعوذ بالله الوهیت به پیغمبر میکنه که شاید پیغمبرم عالم الغیب و متصرف و گپا باشه، اولاد دادنی باشه. الله رد میکنه که بگوی پیغمبر به زبان خود به مردم اعلان کو که من مالک نفع و ضرر نیستم. اولاد دادن نفع یا ضرر؟ خیر پیغمبر خود نداره، نمیتونه. ای آقا صاحب از کجا کده؟ ای آقای نا آقا، ای سیدی نا سید که خود معرفی اولاد پیغمبر میکنه. ای زیارت از کجا پیدا میکنه که برای کسی اولاد میده یا نمیده؟ این از کجا میکنیم؟ براتون واضح شد که کسایی که لاف میزنه که ما مریض شفا داده میتونیم، این امر تکوینی است، یادتان باشه. یا اولاد داده میتونیم، امر چیست؟ تکوینی، تشریعی نیست. الله پیغمبر میگه که به زبان خود به امت اعلان بکو که من مالک نفع و ضرر نیستم. پس وقتی که پیغمبر اعلان کنه که مالک نفع و ضرر نیست، این دیگه و اولیاء و دیگه صالحات از کجا پیدا کرد؟ آیت قرآن کدام طرف میگذارن؟ چی میگن؟ عجیب است. الله رحم بکنه. امروز مردم در بدر است. اینمی عقیده را در حق حتی یک مقصد که تو برو یک قبر جور کو، کلی خرد گور کو، نعوذ بالله خو سرش یک بیرق استاد کو، با سعی میکنی که چقدر مردم در اونجا خاکش خورده گفته رویسته خورده. روز جنازه بود، تقریر در سر قبر میکردم، در من 2-3 روز پیش اما خاک گرفتم، یک ملا را بگی گرفته بود. گفته هیچ کسی خاک نمیخوره، من گفتم من خوردم. والدیم از قبر مادری خود شهید شده بود، میگه اینا خورده برو فایده داره. او به خاطر که رد میشد سرش، خوب الله رحم بکنه، این تو لرزه گرفته بود شکل چی بگویا. الله رحم بکنه. قل بگوی پیامبر علیه السلام لا املک، من مالک نیستم، در اختیار ندارم، لنفسی برای نفس خود، نفعا نفره ولا ضررن ضرر تکوینی و نفع تکوینی را، الا ماشاء الله، مگر آن چیزی که الله خواسته باشه. ولو كنت عالم الغیب، اگر ما عالم غیب، تصرف خو نفکت، آل اختیارات و تصرف خو پیغمبر نفکت، علم آلی سیکو. ولو كنت عالم الغیب، اگر ما می بودم که عالم بغیب می بودم، لاستكثرت من الخیر، برای خود خیره، یعنی آن چیزی که منفعت است، منفعت تکوینی، زیاد می ساختم، هیچگاه اذیت برم نمی رسید. پیغمبر علیه السلام اگر علم غیب می داشت، 70 نفر در زکوان و در روعل قریه ها بود، جهینه در اونجا روان کرد به خاطر قاریاره، به خاطر تعلیمی از و مطالبه کرده بود، اما در راه 69 نفر قاری را شهید کردن. چند؟ اگر پیغمبر علیه السلام علم می داشت روان میکرد؟ اگر علم داشته و روان کرده، خب باز کلان خیانت به قاریای خود کرده، چطور شده میتونه؟ این گپ غلط است. الله وقتی پیغمبر علم غیب نداره، این کاهنا و ساحرای بدبختی خبیثی، این مردم که در راه نشسته، مردم فریب داده رو ایسته، برای تو میگه 4 زن در نصیبیت است، 3 زن در نصیبیت است. یا از کجا یاد گرفتن؟ اگر یا بدبختا بفهمه خود از خاک میکشه، از خاک بالا میکنه، نه همیایی که میگه ما گمشدگی رو پیدا میکنیم، اینی جرایات داریم، خب حالی چرا دست سری معدنا نمیره؟ یک جای پود هیچ کسان قطش نباشه، یک جا بکاوه تیلویش بکشه، آرام آرام قصرها رو برای خود جور کنه، چرا نمیتونه؟ باز که هر چیز از هر جای آورده برای تو میگه فکرت باشه که باز ما در خانه روان میکنم. در خانه ما روان نکو، در بانک بوش روان کو، کلی دلارش پشت کرده بیاره دوره خور. چرا؟
ولو كنت علم الغیب، اگر من می بودم عالم غیب، لاستکثرت من الخیر، زیاد میکردم برای خود خیره. و ما مسنی السوء، هیچگاه تکلیف رنج برم نمی رسید، فقر ناداری برم نمی رسید، هیچ ضرر. ان انا الا نذیر و بشیر، نیستم مگر من هستم بسیار به کمال شفقت بیم دهنده از عذاب الله، در صورتی که شما نپذیره، که نپذیره از او عذاب الله شما را بیم میدم. و بشیر، خوش خبری دهنده در صورتی که شما بپذیره. برای کی؟ لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان میاره. مقصد اصلی نبوت ما چیست؟ رساندن احکام الله، احکام شرعی است، نه تکوینی که شما سوال قیامت از پیش من میکنی. سوال قیامت هم من امور تکوینی را نمیدانم، من مسائل تشریعی را میدانم. انبیاء علیهم السلام در علم تشریعی اولا بر علماست که الله برش نصیب کرده. چرا؟ شریعت هر پیغمبر اول میفهمه. موسی علیه السلام علم چی داشت؟ تشریعی. خضر علیه السلام علمی یک چیزی از علم تکوینی را الله برش داده بود، به خاطری که به موسی علیه السلام معلوم شد که کل علم امروی ما نیست، قصهش پیش میاد ان شاء الله. دیگه از او خاطر هیچگاهی کسی اگر دعواهای علم غیب و گپا را بکنه، تصرف و اولاد دادن نمیکنه، کلش دروغ و واهیات است، قطعا قابل قبول نیست. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.